نچست کرانوان کانچوق بخشیده میشود. اینا صورتش پویوندا نه بلوی هندلا خوبیندا اینا قاید میشود. اینا بداخلاق بیرحمش. پرسمان کدام روزی که هندلا خوبد ای سرد میمونه. شما به لوگیرو کدام روز سری هم دیگه افته میخری. تو اکتیوری چی تو؟ یک دم نصیحت میکنی مردم میگن از این ده انسان خوب در دنیا نیست. یک وقت دیگر میبینیم اینقدر تحقیر و اهانت ها و دشنام های فحش میکنی. پناه به خدا از این درویگی. من طرفدار لنگری نیستم. او را مثل تو یک بی‌تمیزی است که کارتان تحقیر و اهانت و حتی دشنام های فحش است. انسانی بد اخلاق و بی تربیت تیز خودش را آشکار میکند و بد اخلاقیش معلوم میشود. شما انسان های شریر و بدکاری هستید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شأن شما و امثال شما میفرماید برای شریر و بدکار بودن یک انسان همین قدر کافی است که برادری مسلمانش را تحقیر کند. عثمان بعد از این همه تحقیرها و اهانتها خود را کی می حسابی؟ بلاگرهایی که کارتان تحقیر و اهانت و به ناحق خوردن مال مردم است به یاد داشته باشه که دو سوره در قرآن با ویل آواز می شود. یکی سوره مطففین که درباره مال مردم است، دیگری سوره همزه که درباره آبروی مردم است. ویل وادی در جهنم است که سخت‌ترین عذاب در آنجا می شود. روز حساب در پیش است، فراموش نکنید.